سلام. تایتان و موکا که لونشون این پایینیه با دزیره و لوسک که لونشون بالاه سر جای لونه دعوا داشتن. من فکر میکردم که چون با سبد رو تازه گذاشتم، چون جای برگیر کردن چوب وجود نداره، تایتان هی چوبا اینا رو برمیداره و اینا با هم دعواشون میشه. این سبد گذاشتم و این چوبا رو یه سری چوبم براشون آوردم که چوبا رو بزن اونجا رو لوسک و دزیری برخوشون یه لونه درست کنن که دیگه صبح با هم دعوا نکنن در طول روز. اینا دیشب موقع غروب دیگه اینا ساکت میشن، میرن تو لونه‌شون دیگه. پرنده ها دیدم هنوز صداشون میاد. اومدم دیدم که دزیره و لوسک اصلا اون بالا تو لونه‌شون نمیتونن برن، یعنی تایتان برداشته اون چوبار کرده تو اون سبده، لونه هم کرده مال خودش. دیگه اینا شب بیرون خوابیدن رو همین جایی که الان تایتان و موکا وایسادن. جوفا الان رو دزیر الان روی شونه منه. این هم جوفا و لوسک هستن، لوسک و دزیر اون بالا میره. دیگه دیشب اینا همین اینجا خوابیدن. من نمیدونم چیکار کنم. مثلا بذارم همین لونه اون بالا باشه، مال دوباره اونجا مال تایتان باشه، بعد اینا یه جای دیگه براشون خودشون این گوشه موشه ها پیدا کنن. چیکار کنم؟ یعنی یا اونو بردارم دوباره دزیره و لوسک برم اون بالا. دزیره و لوسک برم بالا، دوباره دعواشون بشه که چرا تو میری اونجا، چرا نمیری اینجا. مامان